بسم الله الرحمن الرحیم. سورة یونس علیه السلام، آیه مبارکه 98 الی 106، صفحه 220. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. صدق الله العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله متعال در آیه مبارکه قبلی بیان فرمود که کسانی که قابل هدایت نیستند الله برشان اسباب هدایت را پیدا کرده و اینا نمیخوان هدایت بوده باشند، عذاب الهی بر از اینا ثابت میشه و این عذاب الهی وقت است که اینا وقت عذاب بیاد دیگه برشان چیز نفرسانده نمیتونه. در این آیات مبارکه رب العالمین این را بیان میکنه که در میان اقوام و مردم تنها قوم یونس علیه السلام بود که اینا وقت فهمیدن عذاب الهی اینا را فرا میگیره فوراً به سوی الله رجوع کردن، توبه کردن و الله توبه از اونا را پذیرفتن. و همچنان الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و سلم دلجویی میته که اینایی که توفیق ایمان شامل حالشان نیست اینا را بگذاره و مجبور نکنه به ایمان آوردن. الله متعال می فرماید فلولا کانت قریة آمنت. فلولا کانت، پس نبود
هیچ قریه‌ای که آمنت ایمان بیارن فنفعها که منفعت برسانه برشان ایمانها ایمانشان الا قوم یونس مگر قوم یونس لما آمنو وقتی که ایمان آوردن کشفنا دور کردیم ما عنهم از ایشان عذاب الخزی عذاب ذلت کننده و ذلت دهنده را فی الحیات دنیا در زندگانی دنیا و متعناهم و ما بهرمند ساختیم ایشان را عمر دادیم ایشان را الهین تا یک مدت. امام طبری صاحب در تفسیر ذکر میکنه که وقت حضرت یونس علیه السلام در نینوای عراق قومش را به سوی توحید فراخواند و قومش ابتداء ایمان ناوردن و اینا را گفت که عذاب الهی میآید و شما را فرا میگیرم. قوم را ترک کرد و رفت و اینا پیغمبرشان را میپالیدن. بالاخره لباسای کهنه را به تن کردن، به دشت در آمدن و در پیشگاه الله عذر کردن و اظهار کردن که ما ایمان میاریم. الله ایمانشان را پذیرفت و عذاب را از پیششان دور کرد. الله بیان میکنه ولو شاء ربک، اگر میخواست پروردگار تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم لآمن ایمان می آورد من فی الارض کسانی که در زمین است کلهم جمیعا همیشان ایمان می آوردن. خب الله متعال ایمان جبری را کار نداره و این انسان را اختیار داده که ایمان بیاره، چون الله همه نشانه های قدرتش را بر انسان نشان داده، اسباب هدایت را بر انسان عطا کرده. حالا الله نمیخواه که جبران یک کسی او مسلمان شود. افانت آیا توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکره الناس مجبور میکنی مردم را حتی یکونوا مؤمنین تا اینا مؤمن شوند. امام قرطبی صاحب در تفسیر ذکر میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم در ایمان آوردن انسان ها حریص بود، میخواست کلگی جنت بره، هیچ کس عذاب نشه، همه انسان ها به جنت الهی برن. اما اینجا الله و پیغمبر گفت که تو کسی را مجبور کرده به ایمان نمیتونی، تو دعوتت را بتی، اگر ایمان آوردن خوب، ناوردن بگذار. و ما کان لنفس، نیست هیچ نفس را ان تؤمن این که ایمان بیارد الا به اذن الله مگر به اذن پروردگار. تا که اذن الله نشه ایمان نمیارن. و یجعل الرجس و میگرداند الله متعال عذابش را علی الذین بر آنانی که لا یعقلون عقل ندارن، عقل خدا را خود تعقل نمی کنه، به این عذاب الهی میرسن. قل انظروا بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم انظروا شما ببینین ماذا فی السماوات والارض، چی از در آسمان ها و زمین از نشانه های قدرت پروردگار متعال. و ما تغنی الآیات و النذر، نفرسانده نمیتونه آیات و ترساندن از اینا عن قوم از اتر قومی که لا یؤمنون ایمان نمیارن. وقتی که نخواهی که ایمان بیاره چگونه نشانه های قدرت الله و ترس اینا را مسلمان بسازن. فهل ینتظرون، آیا اینا انتظار میکشن الا مگر مثل ایام الذین، مثل روزهای آنانی را که خلو گذشتن من قبلهم قبل از ایشان، عادیان و ثمودیان، اونا هم مثل از اینا هلاک شدن و از بین رفتن. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فانتظروا شما انتظار بکشین، انی معکم من هم امرای شما من المنتظرین از انتظار کنندگان هستم. ببینیم که سرنوشت کدام انسان به کجا میرسد. ثم پس ننجی نجات دادیم رسولنا پیغمبران خود را والذین آمنوا آنان را که ایمان آوردن. وقت عذاب الهی می آمد الله مسلمان ها و پیغمبرش را نجات میداد. کذالک همچنین حقا ثابت است علینا بر ما ننجی المؤمنین، نجات مسلمان ها و مؤمنان. بعد از این الله متعال ای را بیان میکنه که ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم بگو
که من عبادت بت‌های شما را نمی کنم، بلکه عبادت الله را می کنم که شما را قبض روح می کنه. قل بگوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس، ای مردم، این کنتم اگر استین شما فی شک در شک من دین به دین من، به اسلام نگاه شک میکنین، فلا اعبد الذین، پس عبادت نمی کنم من آنان را که تعبدون شما عبادت میکنین که بتها است، من دون الله، بغیر الله، بغیر از الله، ولکن لیکن اعبد الله، عبادت میکنم اتر الله را که یتوفاکم، شما را قبض روح میکنه که الله واحد لا شریک است. و امرت و من مأمور شدم ان اکون من المؤمنین، که از مؤمنا بوده باشم. و ان اقم وجهک للدین حنیفا، این که من محکم بوده باشم به دین که او حنیف به حق است. ولا تکونن من المشرکین، و نبوده باشم من از جمله مشرکان. و همچنان ایده الله بیان میکنه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، ولا تدع من دون الله، عبادت نکن بغیر الله، ما لا ینفعک، آنچه را که تو را نفع رسانده نمیتونه، ولا یضرک، و ضرر رسانده نمیتونه. بود چگونه نفع ضرر برسانه یا چیزی که مخلوق هستم. فإن فعلت، اگر این کار بکنی، فإنک رینت اذا من الظالمین، از جمله ظالمان میشی. یعنی هر انسانی که عبادت غیر الله را بکنه او ظالم میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.